برنامه رو پای میگیریم. واقعا پس از فرمان سفربری سربازان ایلوگی به ارتش روسیه و جنگ اوکراین، اعلان درباره جوانان گم شده تاجیک در این کشور افزوده است. فقط در ماه اکتبر امسال تقریبا 10 نفر از بیدرک شدن فرزند و یا برادرشان به رادیوی آزادی خبر دادند. آنها از 20 تا 30 ساله هستند. خویشاوندان جوانان بیدرک شده تخمین میکنند که آنها را به ارتش روسیه و یا به جنگ در اوکراین بردند. همکارم مومین احمدی این موضوع رو پیگیری کرده است. مومین، در گذشته نیز خبر ناپدید شدن جوانان مهاجر زیاد بود. چرا ما از امروز این موضوع بیشتر نگرانی به بار آورده است؟ سلام بینندگان عزیز. بله زرانگیز، این موضوع پس از آن داغ شد که خبر کشته شدن احسان امینزاده، یک مهاجر تاجیک، بعد 5 روز ناپدید شدن در تمرینگاه بلگراد رسانه‌ای شد. تلفن اکرم جان شاه اسمتوی 24 ساله از ناحیه رودکی روز 10 اکتبر، همان روزی که احسان امینزاده ناپدید شده بود، با پیوندانش دست نورست گشت. نزدیکانش گفتند که او 3 سال باز در انبار سبزوات کار میکرد و روز 10 اکتبر از مدیرش برای تعمیر تلفن 2 ساعت جواب پرسید و بیدرک شد. نفر دیگر صدام صدیروف 20 ساله از دوشنبه روز 5 اکتبر از محله میری شهر مسکو گم شده است و تا این دم با نزدیکانش در تماس نیست. به قول پیوندانش اون روز گفته است که پیش دوستانش می رود. مقامات روسیه درباره ناپدید شدن جوانان تاجیک شرح ندادند. در سفارت تاجیکستان در روسیه گفتند که درباره ناپدید شدن شهروندان مراجعت گرفتند. حالا معلوم نیست که این جوانان در کجا هستند. شاید بیمارند و یا شاید حادثه تماما دیگری با آنها اتفاق افتاده است که با پیوندانشان تماس گرفتن نمیتوانند. اما جنگ اوکراین و ترس جلب به این جنگ بیشتر مردم را از جمله مهاجران را نگران کرده است. پیشتر اگر پس از 1 یا 2 هفته جستجو اعلان ناپدید شدن میدادند، حالا زود عکس‌های جوانان گم شده را در شبکه‌های اجتماعی نشر میکنند. کاربران اکثرا انگشت اشاره را در چنین حالت‌ها به سوی جنگ اوکراین میکنند. حالتی هم بود که محمد دلشاد بایزاده، یک مهاجر تاجیک که روز 10 اکتبر در روسیه ناپدید شده بود، در سرحد افغانستان پیدا کردند. بله، اما مومین، دلیلی هست که واقعا یگان مهاجر ناپدید شده به ارتش روسیه جلب شده باشد؟ بله زرانگیز، یک دلیل روشنش چنان در بالا گفتیم احسان امینزاده بود و کریم جان یاروف، حامی حقوق مهاجران که ناپدید شدن جوانان در روسیه را تحقیق کرده است، میگوید معلوم کردند که چندین مهاجر گم شده بعداً خبر دادند که در ارتش روسیه هستند که در بسیار حالت استفاده تلفن را برایشان منع میکنند. کریم جان یاروف گفت که گروه دیگری مهاجران که ناپدید شدند از ماریوپل، شهری غصب شده اوکراین، از خود درک دادند. آنها را به کار در ماریوپل جلب کردند. این شهر امن نیست و شاید با دلیل امن نبودند و اینکه تاجیکستان رفتن مهاجران به شهرهای غصب شده را قانونی ندانسته بود، این مهاجران رفتن خود را پنهان میکنند. در این میان به قول یاروف شخصان نیز هستند که ناپدید شدن آنها به جنگ اوکراین ربط ندارد. ضمناً زرانگیز، رادیو آزادی سندی را دسترس است که در آن نام هزاران نفر برای سفربری به ارتش و جنگ در اوکراین ثبت شده است. در این رویخط صدها نفری هست که نام و نسبشان به شهروندان تاجیکستان مانند است. تشکر زیاد همکارم مومین احمدی درباره افزایش ناپدید شدن مهاجران تاجیک در روسیه بعد اعلان موبیلیزاسیون صحبت میکرد. اگر شما هم در رابطه به همین موضوع گفتنی دارید، به رادیوی آزادی نویسید.